سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این کلیپ قراره بهتون بگم چطور قیمت بذارید برای محصولتون و چطور وقتی مشتری قیمت میپرسه بهش قیمت بدین که سر قیمت دادن ازتون منصرف نشه و خرید نکنه. خب در عرض 3-4 دقیقه فقط توضیح کلی بهتون میدم و چیزی که نیاز دارید و تمام. ببینید، قیمت گذاری شما محصولتون جزو دو دسته قرار میگیره. یا محصولیه که قیمت مشخص توی بازار داره، مثل موبایل، مثل پفک، چیپس، مواد غذایی که قیمت رو بسته‌بندی خورده. اینو کاریش نمیتونید بکنید، بهتون یه حرکتی فقط میتونید بزنید که فروشتون رو بیشتر کنید که بهتون میگم. مورد دوم، محصول تولید خودتونه یا تولید خودتون هم نیست ولی قیمت مشخصی تو بازار نداره. مثلا لباس، شما یه کاپشنی میارید، حدود قیمتش مشخصه ولی قیمت روش درج نشده که همه یه لباس فروشه باید این قیمت این کاپشن رو بدن. اینجا هم بهتون میگم چیکار کنید. گروه اول که قیمت مشخص داره، محصولتون قیمت درج شده و قیمت مشخص توی بازار داره، مثل گوشی حالا یا مثل مواد غذایی که بهتون گفتم. یه روش که میتونید استفاده کنید سبک قیمت گذاری نفوذیه. این قیمت گذاری بیشتر برای کسب و کارهای نوپا استفاده میشه که میخوان نفوذ کنن داخل بازار. یعنی چی؟ یعنی این ماگ فرض کنید قیمت مشخص داره، روش خورده مثلا 500,000 تومان، شما میاد میذارید 475,000 تومان، 480,000 تومان. مثلا 400 خریدید، 500 بعد بفروشید، میدید 475، 480. نفوذی یعنی چی؟ یعنی اینجا شما به خاطر قیمت توی بازار معروف میشین، مشتریان رو جمع میکنید. بعد از یه سال 2 سال که کسب و کارتون توی اون سن جا افتاد، قیمتاتون رو دیگه عادی میکنید. میگم بیشتر برای کسب و کار نوپایین استفاده میشه و کسب و کاری که برندشو داره، مشتریشو داره، خیلی نیاز به این کار نداره و قیمت همون قیمتی که هست رو باید بذاره. مورد دوم، در نظر محصولی که قرار بود قیمت مشخص نداشت و تولید خودمون بود یا حالا تولید نبود ولی قیمت مشخصی نداشت. دو تا مورد رو باید در نظر بگیرید برای قیمت گذاریش. یکی اینکه ارزش واقعیش چقدره. یعنی ببینید الان خودتون از دیدگاه مشتری ببینید برای این ماک 500,000 تومان میدید. اگه اوکیه که خب اوکی، اگه نیست قیمت رو بر اساس ارزش واقعیش که مشتری میده و پرداختش میکنه. یکی خودتون از دیدگاه مشتری ببینید، یکی هم از خود مشتریتون بپرسید، از خواهرتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، هر کسی که اون کار رو داره به عنوان مشتری و فروشنده یا محصول نیست، به عنوان مشتری بگید برای این قیمت رو نگید، بگید برای چه حاضرید پرداخت کنید. میانگین اون قیمتایی که میدن رو میتونید قیمت گذاری کنید و بذارید روی محصولتون، به شرطی که دیدگاه دوم اینه که حداقل 30% سود رو به شما بده. یعنی 400,000 تومان اگه اینو خریدید حدودا میشه 100,000 تومان، 100 خورده 1000 تومان سود باید بده. محصولی که زیر 30%، 25% سود داشته باشه کلا به کسب و کار شما کمک نمیکنه. و اما بحث قیمت دهی محصول، حالا قیمت رو گذاشتیم، سعی هم قیمت محصولمون رو گذاشتیم، مشتری میاد قیمت میپرسه چجوری قیمت بدیم، چه بحث آنلاین چه بحث آفلاین، یعنی چه فروش حضوری چه اینستاگرام چه تلگرام، هر جایی که مشتری زنگ میزنه به ما، پیام میده یا هر چیزی. دو حالت داره، یا مشتری قیمت مزایای محصول شما رو میدونه، مثلا توی اینستاگرام یه ریز کامل گذاشتید، استفاده از این ماگو گفتید، استفاده از این لپتاپو گفتید، مزایاشو گفتید، ویژگیاشو گفتید، طرز استفاده رو گفتید، همه چیزشو میدونه، فقط میگه آقا من خوشم اومد میخوام اینو، قیمتش چنده. یعنی فقط بحثمون قیمت است براش. اینجا فقط قیمت رو میگی، یه چیز اضافه‌ای نمیخواد. با اینکه مثلا آقا این لپتاپ 40 میلیونه، قابلیتون هم نداره، همین برای احترامش. توضیح اضافه ای ندید، مشتری اعصاب توضیح اضافه اصلا نداره. حالت دوم اینه که مزایای محصول شما رو خیلی هم نمیدونه، یعنی اومده صرفا مثلا توی مغازتون یا توی سایتتون یا تو پیجتون این محصول رو دیده، این لپتاپ رو دیده و میخواد حالا ببینه قیمتش چنده، بیشتر ازش بدونه. شما اینجا قیمت رو میگی سریع، میگی این لپتاپی که انتخاب کردی 40 میلیونه، ولی بعدش به خاطر اینکه اگه محصولتون خصوصا قیمت بالایی داره، مثل لپتاپ، مثل خودرو، مثل موتور، مثل یه چیزایی که قیمت بالاتری دارن و مثلا چند ده میلیون هستن، میاد سریع مزایاشو میگی. یعنی یا طرف مثلا قبلش باید بفهمیم مثلا من این لپتاپ میخوام برای مهندسی، میخوام برای کار گرافیکی، میخوام برای گیم، میخوام برای چه کاری میخوام. اگه برای گیم میخوام، قیمتی که گفتین اینجا ارتباط با مشتریه. وقتی ارتباط گرفتین فهمیدین که برای گیم میخواد، قیمتی که پرسید بهش گفتین، حالا سری برمیگردیم به این که مثلا رام فلان داره، مثلا 16 داره
فلان داره که تو گیم خیلی عالیه براتون، حتما برای به کارتون میاد. اینجا میایید دست میذارید رو چیزی که نیاز داره مخاطب. باعث چی میشه؟ باعث میشه اون 40 میلیونه براش ارزشش کم بشه. یا من 40 میلیون درسته دارم میدم، ولی دارم لپتاپ میبرم که تو گیم اذیتم نمیکنه. میایین مزایای محصولتون رو میگین که مشتری نیازش داره، هر مزایایی هم نگین، مزایایی که مشتری نیاز داره. این برمیگرده به اون ارتباطی که شما قبل از اینکه مشتری بخواد قیمت محصول بپرسه اینا با مشتری گرفتین، فهمیدین چرا این سنیه، برای مدرسه میخواد، برای کار گرافیکی میخواد، برای گیم میخواد و برای چه چیزی میخواد. اینم از بحث قیمت گذاری و قیمت دهی محصولتون. خیلی مختصر و مفید اینجا توضیح دادم بهتون، مفصل توی دوره جامعه کسب و کار پولساز بهتون توضیح دادیم کلا بحث قیمت گذاری و فروش و اینا. اگه دوست داشتین که تو این دوره شرکت کنید که میتونید با ادمینامون در ارتباط باشین و این دوره رو تهیه کنید. اینم بحث این. امیدوارم که همیشه عالی باشید، امیدوارم کسب و کارتون پرروزی باشه. یا حق.